در تاجیکستان دوره سپاریدن امتحان‌ها برای داخل شدن به مکتب‌های عالی ادامه دارد. این دوره را مخصوصاً دختران داوطلب با اضطراب و هیجان سپری می‌کنند، چون که چگونه رنگ گرفتن سرنوشت آنها بستگی به نتیجه امتحان دارد. موفق شدن برایشان معنی آن را دارد که 2 ماه بعد پسی میز دانشگاه یا آموزشگاه می نشینند. اگر نه خانه می مانند و والدینشان آنها را به شوهر می دهند. دختران داوطلب تحصیل در مکتب‌های عالی و آموزشگاه کالج‌ها می گویند به آن خاطر صاحب کسب و کار شدن می خواهند که زندگی آنها یک رنگ و یک نوا پی کارهای خانه و صحرا سپری نگردد. تحصیل در کالج و آموزشگاه یا مکتب عالی تقریباً یگانه شانس است که به دختران دهات دوردست تاجیکستان امکان می دهد برای حفظ استقلال مالی خود در زندگی آینده عائلوی آماده شوند. دختران بیشتر کسب و کارهای آموزگاری، طبیبی و محاسبی می آموزند که با آن در دهات کشور جای کار یافتن ممکن است. در برخی دهات دوردست اصفهان دختران را هنوز وقت تحصیل در صنف‌های 8 و 9 به عروسی نامزد می‌کنند و بعد ختم مکتب میانه زود به شوهر می‌دهند. امسال در ناحیه اصفهان 3750 نفر مکتب‌های میانه را ختم کرده، بیش از 2300 نفر یا حدود 62% آنها برای ادامه تحصیل در دانشگاه و کالج و آموزشگاه‌ها داوطلب شدند. بیش از 1200 نفر آنها دخترانند که در حجت سپاری به مرکز ملی تستی بر پسران پیشی جستند.